شما به پایان رسید. کار نورکلاسی، ابزار امضای محفوظ با دریای 25 میل و بدنه‌های داخل همه تمام. کشویی که اونجا استفاده کردیم، ریلایی که روی کشو استفاده کردیم، ریلای مخفی آرامبند برای شرکت ملونی و یک نکته‌ای که خیلی باید بهش دقت بکنید، به کارمندسازتون حتما بگید این که کف کشو رو حتما 16 میل بزنن، هم مقاومت کشو میره بالا، هم که استهلاک خود ریلا میاد پایین. ما از سنگ کورین و کوارتز استفاده نکردیم. از سنگ اسکیل استفاده کردیم، ایتالیاییه که بین کابینتش از خودش استفاده کردیم. و در برابر خش و حرارت از کورین و کوارتز خیلی مقاوم‌تر است. سرویس شیشه‌ای به دلیل ویترینی تو کار نورکلاسی خیلی قشنگه. چه واسه که بخواید شما از لازمه میگم داخل کلاس. چی رو قابل قبول زیبایی و سهولت در انجام کار. خیلی پریز آسانسوری همراه با شایر والیبال